این چه وضعیه تو مملکت ما؟ یه خدا درست کردن وایساده آدما رو آویزون کنه بسوزونه. اینا چرندیاته بهتون میگم. یه مش دریوریه دارن بهتون. کی خدا میاد تو رو بسوزونه؟ برای چی تو رو بسوزونه؟ مگه میدونی قیمت تو چقدره؟ اونقدر قیمت داری که تو نماز نشستن زینب اونایی که سنگ میزدن و دعا میکرد، اونی که به سر حسین سنگ میزنه اون انقدر میارزه برگرده که زینب داره دعاش میکنه. تو چقدر میارزی؟ کی خدا میاد تو رو بسوزونه؟ بهشت رفتن کار سختی نیست، جهنم رفتن کار سختی. یه خدایی هست که یادش دلا رو آروم میکنه، نه دل آدم خوبا رو، دل همه آدم خوب، چه خوب چه بد. اگه بگی خدا یه آتیشی درست کرده یه جا، قرار آدما رو بندازه توش بسوزونه، هر چی هم بگن ما تشنمون آب داغ بشون بدن، این خدا گناهکارا رو آروم میکنه. قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، میگه یه خدایی هست اگه بشناسیدش آروم میشید. کیا؟ آدم خوبا؟ میگه نه بابا، همه مردم خوب و بد اگه بشناسیدش خوشحال بشید. 8 شب جلسه میگیرن تا 3 صبح، آخرم میگه نمیدونم خدا بخشید یا نه. اگه خدای تو 8 ساعت طول میکشه که ما رو ببخشه، این اصلا خدا نیست. این چه خداییه؟ اهل بیت اومدن آینه تمام نمای خدا باشن. آقایون حسین ابن علی چند ثانیه طول کشید هر رو ببخشه؟ هر رو از دور دید، قیافه هر نشون میداد پشیمونه. هر از دور میومد فقط سرش پایین بود، معلوم بود پشیمونه. ابا عبدالله الحسین به علی اکبر فرمود تحویلش بگیر. یعنی ما از دور بخشیدیمه. اومد پیش ابا عبدالله، آقا فرمود الفرس سرتو بگیر بالا. تموم شد. چند ثانیه شد. التماس کرد، گفت تو رو به جون مادرت فاطمه زهرا، این آینه خداست. آقایون ابلیس از ابلاس میاد. ابلاس یعنی ناامیدی، ابلیس یعنی نهایت ناامیدی. در قیامت روایت داریم خدا اونقدر میبخشه ابلیس به طمع میفته، میگه همه رو بخشیدم من ببخش. خدا میگه شیطون خیلی خراب کردی، درسته همه رو بهت بخشیدم، یه نسخه‌ام بهت میدم برای تکبر درونیت که تکبرت از بین بره. خدا چیکار کنم؟ این آدم سجده، شیطونم حریف تکبر خودش نمیشه. یه خدا درست کردن، نمیشه یه ذره باش اصلا حرف بزنی، نمیشه صدا تو بلند کنی، نمیشه بهش اعتراض کنی، نمیشه ازش سوال کنی. فکر میکنه باید چماق وایساده اون بالا. این چه خدایی درست کردی؟ خدا اینه که تو ادعیه به ما یاد دادن کریمه. کریم یعنی کسی که نمیتونه نبخشه. خدایا تو قرآنت میگی کسی به ما ظلم کرد ببخش. ببین علی حاضر ابن ملجم رو ببخشه، ببین حسین به شمگو پاشو برو شفاعتت میکنم به مادرم قسم، با اینکه با لگد تو کمر حضرت زده بود. بعد میگه خدایا تو به ما میگی ببخش، فقط ظلمنا انفسنا فاعف عنا. ما به خودمون ظلم کردیم، نمیخوای ما رو ببخشی؟ به ما میگی ببخش کسی ظلم کرد، حالا ما به خودمون ظلم کردیم نمیخوای ما رو ببخشی؟ ما که به تو ظلم نکردیم، مگه ظلمای ما چیزی از تو کم کرده؟ نه، عبادت من چیزی بهت زیاد نمیکنه، معصیت من چیزی از تو کم. ما به خودمون ظلم کردیم. بابا تو میگی اگه کسی به ما ظلم کرد که ظلمش به ما میرسه ما ببخشیم. ظلم ما که به تو نرسیده، ما به خودمون ظلم کردیم، ما رو نمیبخشیم. چرا یعقوب به هجر یوسف دچار شد؟ فقیر اومد در خونه کمک خواست، کسی بهش کمک نکرد، توجه نکرد. خدا گفت یعقوب این چه خونه یه درست کرد؟ تو اومدی آینه من باشی، فقیر اومده در خونت بهش بی‌توجهی شده، به خاطر این تو رو به هجر یوسف دچار میکنی. چرا تو خونت بی‌توجهی شده به فقیر؟ تویی که قرار شد آینه من باشی. نکنه بنده های من فکر کنم منم مثل تو هم. خدا میگه یعقوب آینه من قرار بود بشی، من اینجوریم، من سائل میاد در خونم ردش میکنم، من اصلا وقت دارم که کی بیاد کی نیاد. ما وقت ملاقات به کسی نمیدیم، ما میگیم هر وقت خواستی بیای. اونی است وقت قبلی نمیخواد، هماهنگی نمیخواد، حال خاصی نمیخواد، با وضو بی وضو، خوابیده نشسته وایساده در حال حرکت، اصلا وسط گناه مستی، بگو خدا. آقا اینجوری میگی مردم پررو میشن گناه میکنن. محبت کسی رو رم نمیده، کسی رو وحشی نمیکنه، آدما رو رام میکنه. کی میگه؟ علی ابن ابی طالب در مناجات شعبانیه میگه الهی لیس لی حول فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت نیقتنی لمحبتک. خدایا من علی اراده ای ندارم که ترک گناه کنم. لیس لی حول، من اراده ای ندارم که به واسطه اون اراده بی خیال معصیتت بشم. الا فی وقت نیقتنی لمحبتک، مگر وقتی که منو بیدار میکنی با محبتت. یعنی یه راه داره گناهکار گناه نکنه، وقتی بفهمه خدا دوستش داره. آدم بفهمه خدا دوستش داره سرش میندازه پایین. این آدما رو وحشی نمیکنه، این آدما رو رام میکنه.
آقا مگه بچه 1 ساله من که نمیفهمه من باباشم بهش محبت نمیکنم؟ برای اینکه من بابا به بچه محبت کنم لازمه اونم بدونه من باباشم؟ همین که من میدونم من باباشم کفایت میکنه. خدا میگه من خداشم، بگو من که دوست دارم. آقایون خدا در ترس عبادت نمیشه. خدا کسی رو نمیترسونه. ما میخوایم مردم رو بترسونیم. آدما رو میترسونی اختیار رو ازشون میگیری. وقتی انسان رو اختیارشو بگیری دیگه انسان نیست. ماهیت ماست اون اختیار آدمی رو ازش بگیری آدمیتش رو ازش گرفتی. کسی که آدم نیست عبادت نمیتونه بکنه. عبادت یعنی تقرب اختیار میکنه. آقایون خدا در طمع عبادت نمیشه. هی نگو حوری و قوری و جنات و فلان. اینا رو علی ابن ابی طالب فرمود چش من علی رو پر نمیکنه. هر کی هم دنبال علیه چشش این چیزا پر نمیکنه. خدا در طمع عبادت نمیشه، چون طمعکار اصلا خدا رو نمیبینه، خودش رو میبینه. تقرب به خدا پیدا نمیکنه، تقرب به امیال خودش پیدا میکنه. میخوام بگم بابا یه خدایی تو ذهنمون ساختیم، یه خدایی برامون ساختن، با اون خدایی که هست فاصله شون یه خداست. بین خدای ما و خدای اصلی یه خدا فاصله است. میدونی یعنی چقدر فاصله؟ یعنی بی نهایت فاصله. چی شناخت خدا چیه؟ به خدا حیف که یه چیزایی نمیتونم بگم. تا همینجاشم فکر کنم جز کفار شده، بیشتر از این جز کافر بشه. خدایا تو به ما گفتی ماه رمضان بشینید دعا کنید. چی بگیم؟ اللهم ادخل علی اهل القبور السرور. خدایا همه گذشتگان رو ببخش و بیامرز. تو یاد ما دادی، بعد میخوای ما رو نبخشی؟ تو نگفتی فک کل اسیر؟ آی خدا همه اسرا رو آزاد کن. یعنی همه اسیری و همه نوع اسیر. منم اسیر شهوتم، اسیر غضبم، اسیر کینم، اسیر خودخواهیم. میخوای منو آزاد نکنی؟ تو که انقدر خرج من کردی میخوای منو بسوزونی؟ تو حسین رو خرج ما نکردی؟ بهشت رفتن کار سختی نیست، جهنم رفتن کار سختی. با این خدا، با این نماینده های خدا، با این ائمه، با این حسینی که داشت گریه میکرد تو گودال قتلگاه، شب میگه گفتم ها دنبال حکومت اومدی، با چشماش اشاره کرد بیا نزدیک، دستاشو نمیتونست تکون بده، صدها زخم به بدنشه، میگه صورتمو بردم نزدیک، گفت دارم برای تو گریه میکنم. این چه وضعیه تو مملکت ما؟ یه خدا درست کردن وایساده آدما رو آویزون کنه بسوزونه. اینا چرندیاته بهتون میگن. یه مش دریوریه دارن بهتون. کی خدا میاد تو رو بسوزونه؟ برای چی تو رو بسوزونه؟ مگه میدونی قیمت تو چقدره؟ اونقدر قیمت داری که تو نماز نشسته زینب اونایی که سنگ میزدن و دعا میکرد، اونی که به سر حسین سنگ میزنه اون انقدر میارزه برگرده که زینب داره دعاش میکنه. تو چقدر میارزی؟ کی خدا میاد تو رو یه راه داره گناهکار گناه نکنه. وقتی خدا دوستش کنه بهشت رفتن کار سختی نیست، جهنم رفتن کار سختی. کی خدا میاد؟ بیدارباش.net